که بیان کنیم این است که کسی که با کفار همپیمان میشه، کسی که با کفار همکاری میکنه، کسی که در پالی کفار استاده میشه، ولو که معتقد به این باشه که اسلام دین حق است، ولو که معتقد به این باشه که یهود و نصارا باطل است، ولو که به اعتقاد باشه کسایی که با ما با اونا میجنگن مجاهدین اینا مردم صادق هستند، اینا شهدا هستند، کشتایی که اینا میشن، ولو که به همین معتقد باشه و به خاطر درهم و دینار، به خاطر یورو و دلار در صف قرار گرفت، این متوجه باشین که اسلام بریده هست. و اینا متوجه باشین که از موانع تکفیر مطلقاً و داشتن ریش دراز و داشتن مسواک دراز و پاچه کوتاه نیست، یا داشتن کارت عضویت یک تنظیم دیروزی جهادی که به او خیلی مردم افتخار هم میکنن و سنگ دعوت مبارزه و جهاد بسینا. این هیچ مطلقاً موانع تکفیر نیست. اینا موانع تکفیر نیست، چرا؟ به خاطر که اینا اصل دین خدا شکستان. اما کسانی که ارتداد کردن، اصل دین خدا بریدن، با اسلام بریدن، در صف غیر اسلام استاد شدن، اینا مطلقاً استطاعت اینا واجب نیست، بلکه در باب استحباب اینا داخل نمیشن. اینا کسایی هستند که علیه الله و رسول تحزب کردن، جمع شدن علیه الله و رسول صلی الله علیه و سلم. ببینین مخاطب مامی علمای سوء است که اینا بدانن و هو جوانای است، هو کسایی است که اینا در این نظام قرار گرفتن به فتاوای قلابی اینا.